مقامات تاجیکستان به این نظرند که تعریف و توصیف امامعلی رحمان عامل اساسی حفظ جوانان از خطرهای معاصر از جمله تروریسم است. در کشور برنامه دولتی تربیه وطندوستی برای سالهای 2018-2022 قبول شده است. هدف اساسی برنامه تربیه جوانان در روحیه وطندوستی، فرهنگ سالاری، خودآگاهی، خودشناسی، انسان دوستی، افتخار و ارجگذاری به ارزش‌های ملی گفته می شود. تهیه کنندگان برنامه از جمله رئیس جمهور به این نظرند که تصدیق آن از جمله در پیشگیری کردن ظهورات افراطگرایی و تعصب دینی در بین جوانان زمینه استوار می‌گذارد. حس وطندوستی که یکی از رکن‌های هویت ملی مردم تاجیک است، عامل اساسی ایمن نگاه داشتن جوانان از تهدیدهای زمان معاصر به حساب می‌رود آمده است در این حجت. اما وطندوستی را در تعریف و توصیف امامعلی رحمان می‌بینند. حجم مبلغ گذاری این برنامه 9,645,000 سومانی یا $1 میلیون را تشکیل می‌دهد که از بودجه دولت پرداخته می‌شود. نقشه اول این برنامه برای خوانندگان صنف‌های بالایی مکتب‌های میانه و عالی کسبی تأسیس دادن محفل‌های دائم عمل کننده پیروان پیشوای ملت میباشد. همچنین این برنامه تشکیل نمودن اکسیه‌های مختلف ترغیباتی در موضوعهای به محافظت وطن محبوبمان آماده ایم. برای تاجیکستان آزاد صاحب استقلال خدمت میکنیم. صداقت به پیشوای ملت، صداقت به وطن را پیش بینی کرده است. در برنامه به ساختارهای گوناگون کشور دستور داده شده است سخنرانی‌ها و دستور و هدایت‌های پیشوای ملت را با دقت آموخته بین جوانان جمهوری ترغیب کنند. توصیه داده شده است در وقت خالگی از ستایش پیشوای ملت هر گونه فستیوال و آزمون‌های مختلف فرهنگی گذرانیده شود. در برنامه قید شده است که 6 میلیون نفر اهالی تاجیکستان را جوانانی تا 35 ساله تشکیل می‌دهند که بیش از 70% از شمار عمومی است. در همین حال جنایت‌های صادر شونده از طرف این قشر اهالی در حال افزایش است. برای مثال در سالهای 2015 و 2016 نزدیک به 12,000 جنایت مختلف از جانب جوانان صادر گردیده، در سالهای 2016 شماره شامل شدگان به گروه‌های ارتجاعی به 1293 نفر رسیده است. تا زمان بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سپتامبر سال 2015 این شمار حدود 300 نفر را تشکیل می‌داد. قید گردیده است جوانانی از 14 تا 30 ساله 3.1 میلیون نفر یعنی 35% اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند که نیاز به تعلیم و تربیه و دستگیری همه روزه دارند. دولت تاجیکستان تربیه آنها را در پیروی پیشوای ملت بودن و شعار صداقت به پیشوای ملت، صداقت به وطن می‌بیند.